نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت افغانستان می‌تواند مکمل اقتصاد ایران شود. کاظمی قمی پس از ورود به افغانستان در نخستین نشست خود با نهادهای ایرانی در کابل افزود نگاه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان دراز مدت است و در این راستا برای اتصال زیرساخت‌ها بین دو کشور در حوزه‌های مختلف طرح‌های گوناگون تهیه شده است. خوشبختانه می‌توانیم بگیم که ما برای کار افغانستان امروز یک نقشه راه جامعه همکاری داریم، طرح‌های خوبی تهیه شده. نگاه کشور ما برای کمک به امنیت، ثبات و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی افغانستان هست. اگرچه افغانستان یک کشور غنی هست از لحاظ منابع خودآزادی و میتونه جزو اقتصاد مکمل ما باشه. کاظمی قمی همچنین با تاکید بر فعال شدن دیپلماسی عمومی کشورمان در حوزه افغانستان گفت آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شدند اما شیطنت‌های آنها باقی است و آنها نمی‌خواهند افغانستان به امنیت برسد و با همسایگان تعامل داشته باشد. نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی کشورمان در کابل گفت دشمن تلاش کرد تا جغرافی افغانستان را برای ما تهدید کند اما با اتخاذ سیاست منطقی پس از تحولات اخیر این کشور از این مرحله عبور کردیم. محصول این سیاست این شد که بشود در افغانستان برخلاف شیطنت‌هایی که امریکایی‌ها از بعد از خروج اما با شیوه‌های دیگر به دنبال این بودن که افغانستان رو به سمت یک بی‌ثباتی و هرج و مرج، به سمت درگیر کردن حکمرانان با کشورهای همسایه و اینکه نگذارن یک فرصت ایجاد بشه که این کشوری که بیش از 4 دهه بر اثر اشغالگری دچار تخریب شده و ویرانی شده و مردم زیاد کشتار شدن، مهاجرت‌های زیادی صورت گرفته، امریکایی‌ها باز با اقداماتی که انجام میدن با واسطه یا بی واسطه نگذارن که این کشور به سمت ثبات بره. نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین با اشاره به مشترکات فراوان بین دو کشور گفت افغانستان همسایه‌ای است که می‌تواند در سیاست خارجی کشورمان متحد راهبردی شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.